سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود ششلیک سمبوسه تیار میکنیم. بیاد عجایبات با لذت میبیاد. محصولات لازمه برای ما 150-200 گرم مسله، 500 گرم ارد گرفتم، 2 قاشق سمیتانه، اینجا من یک دانه سفیدی تخم، یک دانه تخم و زردش برای روش بگرفتم و رزرخلیتیل 5 گرم رزرخلیتیل. این محصولات برای تیار کردنی خمیرش لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما به فیض و برکت. اردبا یعنی رزرخلیتیل همراه کرده یه بار آمیخته میکنیم و بعد من مسله همویه می اندازیم یعنی ریزانک میکنیم خمیر همویه. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما به فیض و برکت و عبرتی. من یعنی اردو مسله ما نگاه کنید چه ریزانک شروع شد. ما اکنون من تخم و سمیتانه همراه کرده شروع خمیر میکنیم. اگر تخمتان نباشه میتونید سمیتانه خودش کنید، یا که سمیتانه نباشه میتونید آب خنک استفاده برید که خمیر ما ریزانک میبیاد. برای چی من مسئله آب نکردم؟ برای آنکه اگر مسئله آب نکردم ما خمیر ما کنیم خمیر ما ریزانکی شروع بیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. من خمیر ما تیار شد. نگاه کنید چه زرد شروع اومد. ما اینه که شروع پاکت کرده با مدت 1 ساعت یعنی холодильник بمیمانیم. من خمیریم چه زردی ملایم ما با مدت 1 ساعت میمانیم холодильник. برای نچینکش به ما چی ها لازم؟ من گرفتم گوشت روغنی کوف، 1 دانه کартошка، من 3-4 دانه پیاز ناقدر کلان، نمک، من همین نمود приправа ها болгари کوفته شده، زیره و مرچ همیشه یعنی آمیخته میکنیم. ما همراه میکنیم یعنی گوشت و روغن. خواهید روغنچه همراه کنید، نخواهید نه با خواهش خود. نه приправа و نمک. начинки ما یعنی تیار شد. ما سخت تکک شد یعنی холодильник گرفتم. ما اینو به 2 قسم برابر تقسیم میکنیم. من به 2 قسم برابر تقسیم کردیم. ما اینو یک تیشه تونق میکنیم شروع. کمتر آرد کرده تونق میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما جلتی سمبوسه باین یعنی تونق میکنیم. تونقره من قالبکی من کلچک میکنیم. میتونید یعنی پیالمی یا استکانکی همین طور یعنی جدا کرده گیرید. من همیشه یعنی یک خیل جدا میکنم. باید خمیرش ریزانکی نقض میبیاد. بفشه یعنی میگیریم. من این بکن ما یعنی نچینکه مانده شروع مثل سمبوسه میپیچونیم. ما اکنون شروع میپیچونیم. بسم الله. همین طور کرده ما یعنی کل شکل میپیچونیم سمبوسه مویه. بیاد سمبوسه چی نقض میشه. همین طور میشه. من ما یعنی 3 سمبوسه گرفته. من میتونم چوبکچه میگذاریم همین ماباینش مثل یعنی ششلیک. این چوبچه یعنی همه مغازه‌ها فروخته میشه. من نمیتونم میگذاریم بیاد یعنی شروع میشه نمودش. من نگاه کنید چه خلامت. من آخری خمیرامو یعنی تونق کرده. من نمیتونم فرمچه یعنی زیر میکنم. من نمیتونم مثل گلچکره میگیریم یعنی روی سمبوسه ما با بیاد یعنی فرمچه آسان. من دور گلچکره همیشه میگیریم همین خمیراموی ما. وقتی نمیتونم یعنی گلچکره باید که سمبوسه ما با میگذاریم. من ما یعنی کمتر تخم کرده نمیمونیم همین گلچه های تیار کرده همویه. شروع گلچه هاشو مانده اما کمک شروع یعنی تخم کنیم. تخم کرده پخته میگیریم تفت مانده.
من کمتر یعنی کنجیتو 30 دانه میپاشم. با خواهش خود خواهید ما که کنجیتو خودشه 30 دانه خودشه پاشیدم میشه. 40 دقیقه 200 درجه تفتاننده ما پخته میگیریم. اینجا شد. من چگونه ببینید ششلیک سمبوسی ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چخیل آمد به اشتیاور خمیراش ریزانک و این نکو من در نشش کستم بینیم چخیل آمده است. نمودش شروع پخته است. بسم الله الرحمن الرحیم. من چخیل مایده چیه جای بود من در نشش کستم بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من در ناشنی چخیل آمده است. نگاه کنید خمیراش پیسارچینی ریزانک. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پسرتی کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.